ساز و جهان آرای ایزن، ستون گنبد مینای ایزن، نه تنها قلعه دلهای ایزن، تو حتی قلعه دنیای ایزن. السلام علیکم همدیاران، عیدتان مبارک باشد میگیم. دنیا ساز، جهان آفر، جهان ساز و در سر گهواره با نوازش ها و الله پرورش کردن فرزندان بر دوش شمایان است، زن، مادران، دخترکان عزیز خاندان. ما به همه شمایان کامیابی های بی‌نظیر تمنا نموده با عید 8 مارت تبریک میکنیم و برنامه نوبتی عیدانه ادبی موسیقی شومی سمرقند را به دقت شمایان حواله میکنیم. کنار سیب و رازه‌ای نشسته عطر عاشقی، من از تبار هستگی بی خبر از دل بستگی عاشقم. خب شدم صدا شدی، شاه شدم گدا شدی، شعر شدم قلم شدی، عشق شدم تو غم شدی. لیلای من، دریای من، آسوده در رویای من، این لحظه در هوای تو، گم شده در صدای تو. من عاشقم مجنون تو، گم گشته در بارون تو. مجنون و لیلی بی خبر در کوچه های در به در، مست و پریشون و خراب، هر آرزو نقشه برا. شاید که روزی عاقبت آروی بگیرد در دلم. ستاره نشسته ابر پاره، من از تبار سادگی بی خبر از دل دادگی عاشقم. ما شدم ابر شدی، عاشق شدم سبز شدی، بر شدم آب شدی، قصه شدم خواب شدی. لیلای من، دریای من، آسوده در رویای من، این لحظه در هوای تو، گم شده در صدای تو. من عاشقم مجنون تو، گم گشته در بارون تو. مجنون و لیلی بی خبر در کوچه های در به در، مست و پریشون و خراب، هر آرزو نقشه برا. شاید که روزی عاقبت آروی بگیرد در دلم. برای اشتراک در برنامه ایدانه ما بانوان فعال ولایت سمرقند را تکلیف نمودیم تا که آنها عاید به نقش زنها در پیشرفت حیات جامعه نقل کنند و بعداً ماهری اشتراکچیان آزمون تلویزیونی عروسکان گلدست سمرقند را بهاگذاری نمایند. بینندگان محترم، کیفیت نقض بهاری شمایان را ترک نسازد میگیم. بار دیگر ما زنهای زیبا را با امروزه عید باشکوه از تحت دل تبریک و مبارکباد مینماییم و در پهلوی من گلبهار حسین و نشستند که حالا میخواهیم در باب رول زنها در جمعیت کمی هم باشد و ما فکرهای خودشان را گفته دهند. 2012 سال با پرزیدنت ما در انجمن 20 سالگی بیرم کنستیتوسیا با 2013 سال سال روزگاری آباد گفته نام دادند و روزگار آباد کردند
oilaya obod kardan, turmusha obod kardana 6 ta rohash ustuvor tamoyilasha gufta dodan. Agar hamin 6 tamoyilamon tahlil kunib, hamish ba oyanda ba bari farzandamo chxelkada turmusha obod kardan. Oila ba va zanhoy rolasha bardostan. Ayniqsa 7 tamoyil ba hamin xil zanho ba unkas تعریف دادن که زنها این رهبر، زنها این بکی خونه، زنها این در جمعیت ها ما رهبر شد تا پارلمنت تا سنات کار کرده قانون ها ما بردن همده و اجرا کردن با سه خودشان خوش کرده استودن. برای همون نورانی جمع‌گرمیش، ضعیفوش، محله شهر سمرقند حکومتش خاطر پدر کمیتش کردی، محله مصلحت چوشون کردی، آنامین محله برامده اویله ها با درامده همین نو قرارهای فرمانهای دولت ما حکومت ما چی درجه چقدر بودگی چی درجه برای زنهای آینده با تدبیر کردگیش آینده با اویلی خودش با معنوی مادی حسشون کشکایش فرزند تربیت کردگی وقت با آنامین جمعیت همه فرمان و قرارهایش با بچه‌شون اونگش با درآورده و یک آینده با کامل انسان کده تربیت کردگیش با من و یک حقوقی اونگشه طبی اونگشه برداشته این جمعیت با بار بر وایای هم بچه تربیش به تربیت فرزند با رولشون کلام بودگیشه وایای با فهمونده میتیم. در حقیقت زن مادران دختران در همه کار جامعه پیش رفته در دوام عنعنه‌های ملی خلقمون سهم ارزنده گذاشته میآیند. در پهلوی من باز یکی از زن‌های فعال ولایت سمرقند نشستند صوفی رحمتونا. این زن هم سالهای دور و دراز در کارهای جمعیتی فعال اشتراک کرده. بهر رواج دادن هنرمندی عموما برای کار زنها را به پیش بردن بسیار هم رول مهم می‌بازند و مهنت‌های زیاد کرده می‌آیند. البته می‌خوایم درباره هنرمندی رشد آن در محله‌ها از همین زن فعال پرسان شویم. ما حاضر محلکت جدا مول کار می‌کنیم. در محله‌ها جدا هم منین هنرمندان موجودگی. این قسم منین وایو دوزندگی چه وریده؟ منین قلب‌های زردوزی سونی من این کشته های خشرو قدیمی کشته ما پرده های حاضر هر خیل برامدگی کلیجا کوبا همونو سونی هر خیل فرم با من این خودم یا حاضر ملی فرم ما من این کتوی فقط سفیدی و انعنای پیشتره حاضر اطلس من بقسم همون کتاچوی خشرو کده هر خیل انسامبل تشکیل کردگی همون انسامبلوی من کلیجا کو بینتون شخیل هفت خیل انسامبلو کتی مبرون این البته ملی ماهونه وای ما جدا هم روش بلند کردم نه براش نقص این یک دیومش اوای بگذار نوایی برامدگی نوایی هم کدوم گذر به نروید نونای کلان چپچکای کلان اینو هم میش زنهای مهنت تویل میکنم البته من همین محله با این جدا هم کوچیک کلان به در اومدگی من میدونم که همین هر کدوم وای با محله با این نقصه من دیوالی کندلنگ زامینی سرتپه غفور غلام محلهش با جدا هم دو زندگی کلان آزش اونجا با من همین بچه‌های دخترای من این مکتب نو برام دیگه دخترچوی بعد از پیشین بروده مونده و یا من این ماشینچیگی یاد گرفتیم کارکتی تعمیل لکایسیم این اوجه میشد که یک کارکتی دیگه فکرشون دیگه چیکار نمیرود و فکرشون همه وقت کارکتی میشد سپورت حاضر بینیتم من تلویزیون خاطر میدونید نشون دایست همین خیلی دخترچو من خودم حواسم میبیاد جدا هم سپورت شغلانی کرده هر خیلی سپورتای برارده نشون میدیم کدوم محله به نرید تدبیرکار هست این نقصه من هم محله حاضر نام بگفتگیم نامبر کردگیم جدا هم به تدبیرکاری مدبورسیم طوری ما در بالا قید نمودیم امروز در همه جبهه‌های خواجگی خلق ما فعالی زنها را دیده میتوانیم. در پهلوی من مصلحتچی محله غفور غلام عافیت‌دوتی اسماعیلووا نشستند که در نوبت خویش کوشش میکنند همراهی هم محلگی‌های خود زنهای فعال خود در پیشرفت جامعه سهمگزار شوند. برای آبادانی کردن محله خیلی کارها بردیم یعنی با همه فقراها
فقراهای محله پیش خانه هاشون یعنی دیوالهایشون سفید کردن، جایهای از اخلاط برآوردن، گل و گلزار کردن، یعنی تیاری به فصل بهار. در محله ما 1088 زن و دختران هستند. از اینها در مابین اینها فعالها بسیارند. دکترها، شفاکاران هستند، پداگوگ‌ها هستند، تدبیرکارها هستند، یاشایی که تدبیرکار هستند، پرده های الیت می‌دوزند، ماشینچی‌ها هستند که اینها لباس‌های خوب و اعلای کلین‌های تیار می‌کنند. حلواگرها هستند، نانوای‌ها هستند، نوادپزها هستند، دانشورکچی‌ها و تدبیرها. اینها یک چند شاگردها برآورده برای فراوانی ترموش آینده یاش‌ها شاگردها برآورده اینها را استا کردند. مصلحت من همین که یاش‌ها بسیار برای کسب و هنر اعتبار دهند. کسب و هنر این از من از کالج ها صرف است، از مکتب صرف است. محله ما کنسپت عائله، محله و مکتب خیلی کارهای نقش برده استودیم که یاش اسمرها 15 ساله 16 ساله دخترهای 8م 9م صنف میخواندگی نورس ها کتی ما واخوری های صحبت ها گرزنده استودیم. با تجربه ناک مادر هروس های تجربه ناک کلین های تجربه ناک کتی ما واخوری کرده اینها برای حیات تیار کردن. اینها من پسندگی، سازندگی، سالاد سازی از خمیر یک چند خیل ویها طعم‌های خوشروی ملی ساختن ما یاد داده استادیم. بینندگان محترم، در برنامه امروز ما حرکت کردیم که چگونه چوست و چالاک بودن عروسکان را نشان دهیم، چون که همه وقت زن مادران در آشخانه هستند و آنها حرکت میکنند که دسترخوان ما و شام پر از ناز و نعمت گردد. و البته من باوری کامل دارم که امروز هم در روز عید 8 مارت آنها دسترخوان را آرام میدهند. در پهلوی من محبوبه خان دورانова از محله زامینی ایستادند و حالا من میخواهم بپرسم که چگونه سالاد بهاری را امروز تیار میکنند. مرحمت. من سالاد بهار تیار کردیم. با یک خیلی وای سالاد این از مرغ کردیم. این فایدهش هست. همه بهاری کبودیو کردی سالاد کردیم. تو جام مادر، تو جام مادر، جهان مادر، با تو صدشن شان مادر. زی جان دل عزیز استی، عزیز و مهربان مادر. نموده هدیه عمر ما، سلامت مان تو دایما. خداوند کریم بر تو دهد خوشبختی دنیا. تو را من دوست می دارم، دهی رونق به هر کارم. نگویم بیت من به تو، تو الهام بخش اشعارم. بهارم گل بهارم تو، نخوس آموزگارم تو. اگرچه اعتبارم من، سراسر اعتبارم تو. باز یک اشتراکچی دیگری ما زیایی و فریده می باشند که خود تدبیرکار هستند. از محله سیمرغ همراه مسئولچی محله اومدند. Hozir mana shu tayyorlanayotgan salatimiz eng oddiy o'zimiz mahsulotlardan tayyorlanadi. Bu salatimiz bahor fasliga juda ham mos keladi. Hamma idi bahori tabrik میکنم. این زنهای خوشرو بهار bayramаш کتی الهی sog' salomat garditun. انسان همه یافتگیش توی تماشا رود. بیبی جانم می آید، دیلو جانم می آید، از روش دور می آید، ساد و پولون می آید. ببین آیم ما خوزن، تهاشون پوریدن، مردم مریض می آید، هرچی لذیذ می آید. ببین آی جانونه، ببین تنی افسانه. و اشتراکچی سیومی ما از محله غفور غلام صابر و شهنازوی می باشند. من امروز میوه ها سالاد تیار کردنی. این میوه ها حاضر با ما جدا هم ضرور. اساساً دخترها با کلینچکوی نو با ما این انار خونه می بردارد. ما این سیب کدی کایسیم دانش با تمیر مودش است. همونوی عرالش کده میکنیم. منم با هر سه اشتراکچیان آزمون امروزه شناس شدیم. اکنون ما میبینیم که در هفته برنامه آنها چگونه سالادهای خوشخور را تیار میکنند. برای این باشد با ما زنهای فعال ولایت سمرقند بهاگذاری میکنند و در خاتمه البته تحفه های خاطروی را امید داریم که با آنها تقدیم مینمایند. سه اشتراکچی برنامه از محله گذرهای زامینی سیمرغ و غفور غلام با تیار کردن سالادها شروع نمودند.
و ما باشیم از زنهای دعوتی پیشصف جامعه و سوالهای خویش آید به موقع زن در جمعیت امروز جواب ها گرفتیم. من خلقمو من депутат کرده انتخاب کرد. این وظیفه به من بسیار وظیفه کلان دارد که من میانی زنها و میانی خلق که گشته معماهای ویهای که دیده تونه حل کردن و بسیار حرکت کرده استادیم. مثلا بکار تامین کردن، تدبیرکارها به یاری دادن، قرارهایی که از طرف دولت ما که برآمدگی برای زن و بچگان ها همونهای اجراش تامین کردن و همین خیلی چنون وظیفه دارم. من از نام خودم، از نام جمعی که زنهای دیپوتات ها، از نام جمعی که دیپوتات های شهر سمرقند، زنهای شهر سمرقند، دخترکان، آنها، ماماهای به همین بیرم ایدشان کتی تبریک مبارک باد میکنم. همه کشون به خانه آبادی، فراوانی، تینچ، صحت، سلامی میطلبم. من مثلا همین نورانی و کارکردشم معنویت، معرفت و کارش گفترفتیم. کلی چوبا، لیته ها میریم دخترها که الهی دگاب میزنم. همون های خودشون روزگار بچت برده گوسم. من نزدیک به شوهر بمرم. مادرش که چخیل معامله کردنشون در کار. پدر عروس تو حرمتشون چخیله. من کلیل آوردم یک سال شد. این کلیل 3-4 تایی کردش گوسیم ده. همین خیلی آداب اکرام. کای نبرم کلش به توری کدام موندگی تپچ کوما. کای نبرم دستکم آب در آورده. اما همه جو من اوکراین تو هست که من نیوناملو همیش تربیت همین دخترها دوست گوما. یا خودم هم میگم که دختر و هم تریتون که همین کارهای مادرش نه دیگه کبریتون هم کسی که قط کار کنتون هم کسی کیفیتشو به نیگو کردنیتون مادر عروس هیچ وقت شما خبر نشد چون که رول اساسی بازی میکرد این مادر عروس. تا اون که ما با اشتراکچیان برنامه صحبت میکردیم عروسان گلدست هر یکی دو خیلی سالاد تیار کردند. تماشابینان محترم، من در طول چند دقیقه یک چند نمودی سالادهای بهاری تیار شدن. من در دستی من این سالاد رو با نام 8 مارت نامگذاری کردند. من باز یک نمودی دیگر که آن را سماک میگویند. بسیار هم خوشخور و زیبا با لذت است تیار شد. خلاص من طوری شما میبینید عروسکان حرکت کردند که نمودهای بسیاری سالاد را امروز تیار کنند. اکنون میرویم به نزد حکمان اعضایان ژوری که ببینیم آنها چگونه بهاگذاری میکنند. میگویند به هر کاری که همت بسته گردد اگر خاری بود گلدسته گردد. همین طور اعضایان حکم سالادهای خوشخوری بهاری بخشیده به روز 8 مارت تیار کرده عروسکان را با دقت از نظر گذرانیده طرز استفاده نمودهای مختلف میوه و سبزیجات ها را نوشته می گرفتند. من بعد از گفت شنیدها، بعد از صحبت ها، بعد از بحث و مناظره های زیاد حکمان به یک قرار آمدند. ببینید که چگونه میز ایدانه خوب و زیبا آرا داده شد. چگونه بهاگذاری کردیم؟ من اینجا مون جوری های حکم های جدا هم جدی قبول کردیم. هر یکشون چی درجه به سانیتاری به رعایت کرده، تازگی به رعایت کرده کارکردشون، دستشون چی درجه به جمیدگیش همیشه مون حساب گرفتیم. من این نقضش همین که این کلینچکا با یا شوبا یا نشون با مسئله‌چو حقیقی مسئله‌چی شده یاد داده این استای شاگرد مقامش هم اینجا راه رفته است. امروز روزی ایت لیکن همین به نیونکده من همین زنها کلینچکا ما روزگارشون آباد کرده، بیرمان دسترخوان کرده، مدرسشون، فرزندشون خرسند کرده. همین روز به بیرمان کیفیت همه به تقدیم کردن. ما امروز من سفیر احمدنا، اودین جرافلنا، اعتبارتان جدا عذاب کشتیم، بها دادم با. چون که هر یکشون کارشون این یک سازواری تصنع. برای همون من یک دهن یک شده هموشون با اولی 10 باها موندیم که اینا همین به سازوار. با من چیز گفتنی که همه خیلی من خونه باشته به ملال این دستورهای میبینیم، لیکن این دستورهای ساختن و تشکیل کردن با همین درجه با قیندی بوده است، همین درجه با
تشویش بوده است همین درجه به فدای در کار بوده است که سانی این دستورها عجایب برآمده هر یک تا اویلای نمونه‌وی تربیوی تاثیرش به انامین اهمیت داشته است و خدمت میکرده است برای همون این دستور صاحب شنبه تشکیلات شنبه من هم از جمع‌آوری نورانی هم شهر محلوش از نام مصلحت چو همین دستور دیده استودگی اهم مادرهای نامش شما با تشکر میکنم همه وقت ساق باشیتان انامین دخترای باوخش دگیش با اویله با تیارش دگیش با همین خیلی دستور ساختم با همه وقت شما با قوت موفقیت اومد میطلبم. من همینطور از جانب شعبه ایالار قناتی خزینه نورانی شهر سمرقند تحفه ها برای غالبان تقدیم کرده شد که آنها سزاوار همین تحفه ها هستند. ای مادری من وقتی جوانم نام خوشی تو ورد زبانم مهر دایم در جسم و جانم ایدت مبارک ایدت مبارک. من همه مادران را با عید 8 مارت تبریک بکنم و میخواهم که با مثل همین گلهای بهاری خندان و شکوفان باشد. این گلها برای شما. من بینندگان محترم نگاه نکرده با آنکه امروز روز 8 مارت عید زنها بانوان است آنها حرکت کردند که مثل امروزه دسترخوان را آرا دهند برای ما و شما کیفیت خوب اعلای عیدانه را ببخشند. بار دیگر ما شمایان مادران عزیز مونیس غمخوار خواهران دختران تدبیرکاران دپوتات زنها همه آن زن برانی که همه وقت در مهنت هستند با عید بهار با عید زیبایی 8 مارت از صمیم قلب تبریک میکنیم. بذار مثل من همین زنهای زیبایی که در اینجا ایستادن در لبتان تبسم باشد مثل همین زنها چشمی کاردان باشد دسترخوان عیدانه را همین گونه آرا دهید و کیفیت خوب را به عائله های خود و نزدیکان خود ببخشید. در همین جا برنامه امروزه ما خاتمه یافت. شاد و فیروز باشید. با شمایان تا هفته های آمده ایستاده خداحافظی میکنیم.